حضار معزز، برادران گرامی، مهمانان جمع پر رونق قرآن عظیم الشأن، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. با توجه به اینکه پریشب محفلی این چنین البته با انگیزه الهی و به خانه بخت فرستادن دو فرد جوان و مؤمن و مسلمان در مکانی شبیه این مکان، یعنی سالار رفاه بود، جمع بسیار صمیمی بود و در محضر دوستان ایراد صحبت شد. دوستان اصرار کردن که بار دیگر در محفل دوستان حضور پیدا بکنیم، گرچه که میگیم که در محفل خود راهمده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را. به هر حال راه طولانی رو سپری کردیم تا اینکه امشب در جمع گرم و نورانی صمیمی شما قرار بگیریم و بی‌ادبی است، گستاخی است که علمای بزرگوار، ریشسفیدان و اساتید بنده حضور دارن و ما در حضور سلیمانان سخن توتی الکنی بلند بشه و لب به سخن بگشاید. اما این محفل رو انسان نمیشه همینجور راحت رها کرد. در سیمای هر یک از اینها هزاران دست انسان میتونه برداشت. حضار معزز، وقت بسیار تنگه اما درد دلها زیاد. خداوند عزوجل نعمتهای بسیار زیادی رو بر ما ارزانی کرده، اونقدر که قابل شمارش نیست. خود خداوند میفرماید که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما قصدتون رو، ارادهتون رو، عزمتون رو جمع کنید برای اینکه نعمتهای خداوند رو بشمارید، لا تحصوها، هرگز قادر نیستید، زیرا که اونقدر زیادند، عدیدند، بسیار و فراوانند که حتی شما نعمتهای درونی خودتون رو هم قادر نیستید بشکافید و کالبد شکوفی بکنید. نعمت سلامتی، نعمت مال، نعمت اکسیژن و هوا. میدونید اگر این اکسیژن یک دقیقه از ما قطع بشه چی میشه؟ یک لحظه خدا نفس کشیده رو از ما بگیره، یه انسان نه یک موجود زنده میتونه روی زمین زندگی بکنه. همه اینا مفت و مجانی در اختیار ما. در اخبار یه روایت آمده، البته علما نگن روایت ضعیفه، امکان داره ضعیف باشه. در اخبار آمده که حضرت موسی علیه السلام داشت میرفت به کوه طور تا اینکه با خدایش راز و نیاز بکند. یک جوونی سر راه موسی سبز شد. و موسی کجا؟ و میخوام برم به کوه طور با خدا راز و نیاز بکنم. و یه سفارش دارم، به خدا میرسونی؟ گفت بله. یه وصیت دارم، یه جوان بود، وصیت دارم، میخوام وصیتمو به خدا برسونی. میرسونی یا نه؟ گفت آره، وصیت رو میرسونی. گفت به خدا سلام من رو برسان و بگو فلانی به تو گفته که خدایا از این به بعد من تو را به خدایی قبول ندارم، نعوذ بالله، و بروزی و رزق روزی تو هم نیازی ندارم. من پول دارم، مال دارم، همه چیز دارم، نیاز نیست تو من رزق روزی بدی. موسی علیه السلام جا خورد، گفت چی داری میگی؟ گفت همین، تو فقط وصیت منو برسون، دیگه مشکلی هم نیست. میگه موسی رفت به کوه طور. پس اینکه راز نیازش رو تمام کرد، هی تو دلش آمد که این سفارش رو بگه، اما در محضر خدا شرمش آمد که این وصیتی از یکی از بندگان خدا مطرح کنه. هی با دلش استخاره کرد، فکر کرد که مطرح بکنه، بگه، اما دستباش میلرزید، زبانش گنگ و لال میشد که چطور این سفارش گستاخانه رو و بدعت‌آمیز رو به خدا برسونه. موسی چیزی نگفت، زبانش یعنی یارای سخن گفتن نداشت، ایمان رو به خدا داشت. لذا ناگفته در آمد از کوه طور بیرون که ناگهان موسی الله ذوالجلال صدا کرد که ای موسی، مگر بنده‌ای به من دست تو سفارشی نکرده بود که تو من برسونی؟ گفت چرا رب العالمین. گفت چرا نمیگی؟ گفت پروردگارا، اولا که تو سمیع و بصیر و علیم و خبیری بر همه چیزو میداری، علم ما کار و ما یکون در دست تو، دلیل نداره، تو میفهمی. و دوم اونقدر اون خواسته و اون وصیت گستاخانه هست که من موسی خجالت میکشم که بگم. گفت ای موسی بگو که من فقط بندگان من وصیت بکنن، من متوجه را هستم. بندگان من فقط حرف بزنن، من دستورها رو میگیرم.
یه وجب بیان من 1 متر میام، 1 متر بیاد من 2 متر میام، آهسته بیان من دوان میام، استارتو بذارن روشنشو من میکنم، جرقهشو بذارن حرکت دادنش با منه. فقط بگی یا الله، چون گویی تو یا الله گوییم به تو لبه، این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو. ای موسی، اون بنده هم گفته من تو رو به خدایی قبول ندارم، تو برو به اون بنده بگو که خدا گفته اگر تو منو به خدایی قبول نداری اما من الله تو رو به بندگی قبول دارم. تو چهره تو برگردونی، من دنبالت میام، همه جا دنبال تو میگردم. و اگر تو نیازی به آب و غذای من نداری، من یه لحظه نعمتامو از تو نمیگیرم، حتی نعمت اکسیژنو که اگر یه لحظه بگیرم با پول نمیشه خرید. این اعضا و جوارح سالم رو با پول نمیشه خرید. آیا یکی بهتون بگه آقا جست چشاتو بده من 2 میلیون تومان بهت میدم، میدی بهش؟ اینو خدا رایگان در اختیارت قرار داده. آیا فکر کردی؟ آیا شکر کردی؟ از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. بنده همان به که به تقدیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندی‌اش کس نتواند که به جای آورد. این همه نعمتهای رب العالمین، کار نداریم محفل قرآنی، اما نعمتی به نام قرآن رب العالمین به ما عنایت کرده. شاید تا امشب بسیاری از من و شما به این قضیه فکر نکرده باشیم که قرآن هم یه نعمت میتونه باشه. نه نعمت بلکه کرامت همه نعمت ها، گل سرسبد همه احسانات رب العالمین. قرآنی که به قول اقبال لاهوری میفرماید آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمتی او لایزال است و قدیم، نسخه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات، حرف او را ریب نه تردید نه، آیه از شرمنده تعدیل نه، رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند، از میگیرد از او ناارزمند، بنده را از سجده سازد تر بلند، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، مثل حق پنهان هم پیداستیم، زنده و پاینده و گویاستیم، گر تو میخواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. قرآن آن ادبستان رحمان، سفره و خوان منان، فرمانده بیزران و حجت خدا بر مخلوقان و قانون اساسی انسانها تا قیامت از سوی رب العالمین. آیا این نمیتونه نعمت باشه؟ آیا به این نعمت فکر کردی که رسول خدا حتی فرمود انی تارکون فیکم الثقلین، من 2 نعمت گرانبها رو در میان شما به ودیعت میذارم که تا زمانی که قدر این 2 نعمت رو بدونید، پاسبانی بکنید، قدردانی بکنید، لن تضلوا، هرگز گمراهی به سراغتون نمیاد. آره، قرآن عظیم الشأن، نعمت بسیار عظیم، کتاب هدایت، رهبران از حفظ او رهبر شدن. این قرآن اگر تو قلبت باشه، اگر رهبر باشه خدای نکرده رهبر دنیا میشه. آیا غیر از اینه؟ عمر بن خطاب کیه؟ یه چوپان، یه شتر چران، کسی که هنگامی که در پشت درهای بسته مجلسی و کنفرانس و پارلمانی رو تشکیل میدن که چه کسی میتونه سر محمد رو از دلش جدا بکنه، صدای رعشه برانگیز عمر بن خطاب فضای مجلس را میپوشاند که من هستم که تا فردا میروم و سر محمد را قطع شده به نزد شما میارم. سروران عزیز، من میخوام اینو بگم که قرآن هدایتگره، دست انسان رو میگیره از دلالت ها و گمراهی به راه نجات. به شرط این قدرش رو بدونید. فقط اینکه تو تاقچه ها بذارید نه، فقط به اینکه به این محفل خلاصه بشه نه، فقط اینکه سر قبر و ستون ها مطالعه بشه نه، فقط زمانی که این مرد صدای دست و قرآن رو تو ماشین روشن کردن نه، برای زمانی که عروس داماد میرن خانه بحث از زیر قرآن رد بشن نه، برای اینکه جنها و دزها و گرگها دوره بر خونه نیاد تو خونه گذاشتن و خاک گرفتن نه.
قرآن برای این نیامده. قرآن مالی کارانی علما نشستن بپرسید آیا برای اینه؟ ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پیش خزان انداختیم. امروز دنیای غربی حرف ما داره میزنه که قرآن مال ماست. شما چی میدونید از قرآن؟ سروران عزیز، عمر با این انگیزه بلند میشه میاد، وقتی که وارد خانه خواهرش میشه ترنم قرآن، این سروش آزادی معلم واقعی بشریت در ذهن عمر بن خطاب انقلاب دگرگونی ایجاد میکنند. خواهرشو میکوبه، دامادشو میکوبه، نهایتاً میگه اون صحیفه چیه قرآن رو بیاد من بخوانم. میگه تو رو وضو بگیر، ندادی غسل کن، غسل میزنه میاد. اولین آیات سوره طه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اشکان عمر بی اختیار سرازیر میشه، میگه بین محمد رسول الله، محمد کجاست تا من برم صدای محمد بشنوم. محمد در خانه و دانشگاه ارقم ابن ابی الارقمه با 40 دانش آموز بزرگوار اونجا داره مشغول تدریسه. عمر میاد در رو میکوبه، یه صحابی میاد از گوشه در نگاه میکنه، عمر رو میبینه میترسه. حمزه میاد در رو باز میکنه. رسول خدا وقتی اینو عمر شمشیر به دستشه کمربندش رو میگیره یک کشش میره، میگه ما به یا ابن خطاب، ای عمر تو را چه شده که اینقدر بخورد مغروری که آمدی سر محمد رو ببری؟ گفت یا رسول الله آمده بودم سرت را ببرم، اما به برکت قرآن آمدم سرت را فدای بکنم. آمده بودم تو را بکشم، اما آمدم خودم را بکشم بدم برای فدای تو. من گل پرپرشده محمد رسول الله که ناگهان صدای الله اکبر از زبان رسول خدا و اعضا و جواره ایشان رشیدن گرفت و تمام فضا پر شد و هم متوجه شدن که عمر مسلمان شده. به شام خود برون آورد سحر را، به قرآن باز کن اهل نظر را، نمیدانی که سوز قرأت او دگرگون کرد تقدیر عمر را. عمر را چیزی دعوت کرد؟ آیا غیر از قرآن چیزی دیگه بود؟ آیا غیر از کلام حق چیزی دیگه بود که عمر عاشق و شیفته اسلام بشه و بعد از اون عمر اسلام را کرد آشکارا؟ آیا غیر از قرآن شما چیزی دیگه سراغ دارید؟ دست امت لب به شکایت خواهد گشود که پروردگارا این امت من قرآن را ترک کردن، قرآن را زیر پا کردن، قرآن را درون خانه‌ها گذاشتن، خاک گرفت. من چه کردم با شما که اینقدر خارم کرده اید، در میان خانه پرگرد و غبارم کرده اید. هیچ کس با دین و آیین این خیانت میکنه؟ قرآن عظیم و شأنی که حقانیت خودش رو در هر زمان ثابت کرده، قصه ها زیاده، وقت کمه. طفیل دوسی هم یک از اینهاست. آمده تو مکه مکرمه، ابو جهل رو هر گوشش یک کیلو پنبه گذاشته که نباید پیش محمد بریا، دیوانه و ساحر نعوذ بالله تو رو جذب به دین میکنه. پنبه ها تو گوششه. محمد رسول الله رو که از دور دید با خودش گفت تو عظیمی، تو لبیبی، تو عاقلی، تو زیرکی، تو چرا؟ گوش کنه حرفشو، اگر راست بود ایمان بیار بره بذارش. پنبه ها رو در آورد، زمزمه کلام وحی رو از رسول خدا شنید، هر لحظه جلوتر میرفت، مانند مغناطیس و آهنربا میکشیدش. ارزش قرآن رو ببین، قرآن به دل فسرد جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه حیات پاک عربی حقا که حیات جاودان میبخشد. تو غیر دوستی میاد هر لحظه جلوتر که ناگهان بعد از این که نماز رسول خدا تمام میشه به قدمهای رسول الله میافتد و لا اله الا الله محمد رسول الله را میخواند. این اولین نعمت قرآن عظیم الشأن، مایه هدایت. دوم، البته نمیشه همه رو گفت، دوم قرآن کریم صلاح کارآمد برای انسانیت. قرآن میتونه از رفیقش محافظت بکنه. همونطور در اکثر غزوه‌ها میدونید حتی در غزوه‌ای و در سریه‌ای که صحابه آمدن با ایران جنگیدن، دریا جلوشون بود، یه آیه قرآن خوندن زدن به دریا برای اونا حتی سم اسب اونها خیس نشد. علما نشستن تو پرسید
زمانی که یه واقعی رو یکی از برادران صحبت می‌کرد در سخنرانی خودش و در کتابی از کتاب‌های اردو پیشبری مسلمان آورده بود، در زمانی که مستعمره انگلیس خیمه خود رو پهن کرده بود بر کل آسیا و ببینید در سرزمین هند و پاکستان، میدونید انگلیسی آمده بودن گرفته بودن. اون زمان برای اینکه مسلمان‌ها را منحرف کند یک کشیش مسیحی بلند شده بود آقا امروز میخوام حقانیت انجیل و قرآن رو مشخص بکنه. ببینید قرآن حق یا انجیل؟ گفت چطور؟ گفت یه روز اعلام میکنه همه مردم بیان در یک صحرای مسیحی یهودی گرد آتش پر از همه قرآن و انجیل رو جفت اینها را میندازیم تو آتش، هر کدوم سوخت اون باطل. اگر قرآن سوخت همه باید بیان مسیحی بشن، اگر انجیل سوخت همه باید چی؟ مسلمان بشن. گفتن اشکال نداره، مسلمانان با این دل چون قرآنشون حق بود آمدن به میدان. اینا چیکار کردن؟ در به جهان غرب آمده بودن انجیل را با کاغذ نسوز نوشته بودن، کاغذی که نمی‌سوخت، و قرآن با کاغذهای معمولی قریب و خدعه و نیرنگ و ترفند. به هر حال همه جا جمع شدن. خب قطعا قرآن با این کاغذهای معمولی آتش میگیره، چیز مشخصیه. همونطور که آتش دادن در روزهای اخیر و سالهای اخیر، ماههای اخیر. واقعا حیف بر اسلام و مسلمانان این زمان. به قول اقبال کعبه آباد است از اصنام ما، خنده زن کفر است بر اسلام ما. قیمت شمشاد خود نشناختی، طرف دیگر را بلند انداختی، مثل نی خود را ز خود کردی تهی، بر نوای دیگران دل می‌نهی. ای گدای ریزه از خالقه، رزق خود میجویی از دکان غیر. کجاییم ما بچه مسلمان؟ بنگران سرمایه آمار ما، گنجدن در سینه اطفال ما. مسیحی ها یه حافظ انجیل ندارن، یهودی ها یه حافظ تورات ندارن، اما ما هر سال بیش از 100,000 در کل دنیا حافظ قرآن تعبیر جهان اسلام میدیم. این معجزه قرآن نیست چیه؟ بچه 7 ساله قرآن رو راحت حفظ بکنه و بخونه، اما مسیحی ها هنوز یه حافظ انجیل ندارن. باور کنید کاری نداریم. آمد قرآن نسوز، قرآن معمولی به دست چپش، انجیل نسوز به دست راستش آمد کنار آتش. یه آتش بزرگی رو برآوردن، مردم اجتماع کردن بیش از نزدیک 100,000 نفر مسلمان گرد مجلس کنن. خبر رسید به شیخ خان دهلوی، یکی از علمای بزرگ در پاکستان یا هندوستان، که بلند شو ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج. دمان خیز از ناله مرغ سحر، از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز، از خواب گران خیز. فریاد افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد شیری و پرویزی افرنگ، عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ. معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز. پاشو بلند شو برو تو قرآن در معرض خطر قرار داره و اسلام به پسگاه سقوط. حرکت کرد حافظ کل قرآن دو پا. جوانان قرآن دو پا اسلام نیاز داره امروز، نه قرآن های معمولی. به شما نیاز داره که به دست بدهید به قرآن عظیم الشأن، به این قرآن رو در مرحله عمل پیاده بکنید تو زندگی. قرآن برای عمل آمده، نه فقط برای تلاوت. تلاوت هم گرچه که ثواب داره و اجر داره. آمدید همه جمعن، صفها رو شکاف، خودش رسون به کنار کشیش فقط نزدیک به آتش برسه و قرآن و انجیل را بندازه. گفت آقا کجا؟ گفت میخوام اسلام و مسیحیت رو آزمایش بدم. گفت چطور؟ گفت قرآن و انجیل را جفتشون رو میندازه تو آتش، هر کدوم سوخون باطله. گفت عجب. قرآن رو گرفت از دستش گذاشت کنار، انجیل رو هم گرفت از دستش گذاشت کنار، دستش رو گرفت. گفت حالا بیا بریم. گفت کجا؟ گفت من قرآن دو پا حافظ قرآن و تو حافظ انجیل، جفت ما میریم تو آتش، هر کدوم تو قول باطله. من میرم تو آتش، اگر سوختم قرآن باطله و اسلام باطل، خط بستان میکشم. اما اگر تو سوختی همه باید مسلمان بشن. کشیش مسیحی خودش میکشید عقب، شیخ خان دهلوی میرفت جلو، اون میکشید جلو که بیا بردوزل میآوردن نمیتونستن بکشن. عقب کشید. می‌نویسد علما که شیخ خان دهلوی رفت وسط آتش، جانماز جنبان کرد و کرد نماز. خدا داند که مانند براهی به نار او تو بی پروا نشستم. وقتی که درو کرد نماز و خوان و سالم در آمد، بیش از 100,000 نفر یک جا گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله. کجاییم ما؟ خودمون رو تطبیق بدیم با اون علما و بزرگواران. شاید بگیم دروغه، حالا دروغ گرچه که صحیح هست، ولی آیا واقعا ما این مرد هستیم؟
قرآن تو زندگی ما هست باز کنید. فقط به تلاوت امروز بچه‌های ما خواندن قرآن از رو بلد نیستن. اینو کجا باید گفت؟ از رو بلد نیستن قرآن رو بخونن، چه برسه به معنا، چه برسه به حقایق. و اونجا که اقبال لاهوری میفرماید من هر روز صبح بعد از نماز صبح قرآن میخوندم، بابا میامد میگفت اقبال چیکار میکنی؟ گفتم بابا قرآن میخونم، میذاشت میرفت. فردا میامد اقبال چیکار میکنی؟ قرآن میخونم، میذاشت میرفت. 3 سال کامل سوال همان جواب همان. آخه دیدم بابا این سوال تکراری چی هر روز میپرسی؟ میدونی که من دارم قرآن میخونم. گفت من خواستم بگم که قرآن طوری بخوام که قرآن نازل شده، قرآن طوری بخون که داره باید الان وحی میشه بر تو و باید عمل بکنی تک تک آیاتش. و اون اقبال لاهوری از اون روز به بعد رفت تو قرآن که حتی زمانی که به افغانستان من شما آمد و به پادشاه افغانستان آمد چی هدیه آورد؟ آیا کادوی لباس و فلان آورد، یخچال آورد فلان؟ نه، میگه در حضور آن مسلمان کریم، پادشاه افغانستان مسلمان، در حضور آن مسلمان کریم هدیه آوردم ز قرآن کریم. گفتم این سرمایه اهل حق است، در ضمیر او حیات مطلق است. نشأه حرفم به خون او دمید، قطره قطره اشک که از چشمش چکید، همونطوری که از چشم شما داره میچکه، چون که قرآن هنوز تو قلبتون هست. من میدونم محبت قرآن هست، اما دنیا ما رو جدا کرده. طبعا از میخوام این نکته رو بگم به آخرین به عنوان آخرین کلام. دوستان وقت رو محدود کردم و محدودم هست، اما این که قرآن عظیم الشأن رو باید نگرشی نوین و جدید بر قرآن باز بکنیم. به شما رو به خدا قسم ما رو زندگی خود ما رو در پرتو قرآن و آیات قرآن تفسیر بدیم، به محافل قرآنی رو تشکیل بدیم، تفسیر از این علمای بزرگوار کار بگیریم، حقایق قرآن رو براتون بازگو بکنیم. میدونید که قرآن چی هست؟ با خدا قسم امروز حیث که وقت کم فقط به یک مورد اشاره بکنم، یک مورد رو علما اجازه دارن حوصله بکنن، فقط یک مورد رو. میدونید قرآن تمام علومی که اندرو قرآن تمام علومی که اندرو هر ابتدا و انتها حیبر از بازوی او خیبر گشاد. تو قرآن همه هست، جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصر افهام الرجال. حضرت علی میگه همه علوم تو قرآن هست، حتی علوم امروزی. در سوره قیامی میخونیم که بلا قادرین علی ان نصبی بنانه. اینجا باید این بحث علمی جوونا خوب گوش بدن. اونجا میگه وقتی انسان ها مردن در روز قیامت ما قادریم انسان رو به حالت اول برگردونیم حتی سر انگشتاشون رو. جالبه چشم مگر دقیق‌تر نیست که بگه بله ما قادریم همه اعضاش درست بکنیم حتی چشماشو برگردونیم، گوش دریفتره، دست دریفتره، پا دریفتره. میگه آقا ما میتونیم روز قیامت، خدا ادعای قدرت میکنه، همه اعضای اون رو برگردونیم حتی سر انگشتانش. امروز بعد اون فهمیدن که بابا سر انگشتان چه ظرافتی داره که 6 میلیارد انسان تو دنیا زندگی میکنه، خط انگشت همه با دیگران تفاوته. اثر انگشت 6 میلیون نفر هیچ یک برابر نیست. خدا میگه ما روز قیامت قادریم همه اعضاشو برگردونیم حتی اثر انگشت تک تک شما. اینو میدونید که تو قرآن آمده و از این آیه قرآنی اثر انگشت رو گرفتن ها. مسلمونا واقعا اینه، قرآن رو اونها مغزش رو گرفتن، جلد قرآن رو برای ما گذاشتن که تو خانه بذارید که دزد نیاد، جن نیاد، دیو نیاد، پری نیاد، از دین قرآن رد بشن که تبرک بشن. زمانی که اینها قرآن اینو از من و شما نخواسته خدا شاید فقط به این بسنده کردن. قرآن قانون اساسی اسلامی به باز کنیم و کلام قرآن رو از مشهد مورد مطالعه قرار بدیم. بحث من